بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و کفى و سلام علی عباده الذین اصطفى. قصه خواندن شیخ زریر مصحف را در رو و بینا شدن وقت قرائت. خب این داستان با داستان قبلی که در رابطه با شیخ اقطع بود یک ارتباطی داره. در اون داستان یه فردی بود که به هر حال بعد از یک خطای اجتهادی و بعد از یک پیمانی که با خدا بسته بود و پیمانش شکسته شد توبه کرد، دستاش در همین مسیر قطع شد. بعد چون او راضی به قضای الهی شد، تسلیم شد در مقابل مشیت الهی، الله تعالی بهش کرامتی داده بود که با وجود این که دستش قطع بود، کرامت و یک امر خارق العاده الله تعالی نصیبش کرده بود که در خلوتها سبد بافی میکرد و سعی میکرد این کرامت رو از دید مردم هم مخفی بکنه. چرا؟ چون عموما کرامتی که برای اولیا میاد یا معجزه‌ای که برای انبیا میاد، این چیزی نیست که حربه‌ای بشه، بازیچه‌ای بشه تا برای خودشون به تعبیر امروزی‌ها فالوور جمع کنن یا برای خودشون طرفدار جمع کنن، سیاه لشکر جمع کنن، یا در حقیقت این رو بازیچه‌ای بکنن برای اینکه دکانداری کنن با دین و شخصیت خودشون رو به نمایش بگذارن تا مردم به سمت اونها گرویده بشن. اتفاقا دوستان الله تعالی از این چیزها کاملا متنفرن و اگر معجزه‌ای از نبی، کرامتی از ولی گاهن صادر میشه، اولا اونا تلاش میکنن این رو مخفی کنن حتی الامکان. به گفته حضرت بایزید بسطامی میگه یک ولی طوری کرامت خود رو مخفی میکنه مثل اینکه یک زن عادت ماهانه خودش رو مخفی میکنه. اصلا علاقه نداره کسی متوجه این بشه. چرا؟ چون این باعث میشه که خلق خدا به سمت اونها یورش بیارن، وقت اونها رو، عمر اونها رو، استعداد اونها رو، توان اونها رو نابود کنن و اونها بودن با خدا رو دوست دارن و اونها خلوت و تبتل با ذات رب رو میپسندن و این چیز رو مانع برای خودشون تصور میکنن. دیگه این که وقتی واه واه و بهبه و چهچه و تعریف و تمجید شروع شد، خواهی نخواهی نفس سرکش میشه، دچار اوج، غرور، خودبینی میشه. اینا موانع و حجابی میشه برای او که نتونه در حقیقت تو مسیر تعالی و ترقی و عروجی که برای خدا برای خودش هدف گذاری کرده به اون برسه. لذا اصلا اینا رو دوست ندارن. یه وقتایی هست که نصرت دین، پیشرفت دین در گروی اینه که ولی کرامتشو نشون بده یا نبی معجزه‌شو نشون بده. اونجا چون پیشرفت دین، رشد دین به این وابسته است، از این به عنوان یه ابزار، نه هدف، به عنوان یه ابزار استفاده میکنن تا این که حقانیت خودشون رو برای یه عده افراد ثابت کنن و دین ترویج پیدا کنه، دین اشاعت پیدا بکنه و اصلا دنبال این نیستن که شخصیت خودشون رو تو جامعه به نمایش بذارن و برای خودشون طرفدار جمع بکنن. خب اینم دوست نداشت کسی از این قضیه خبردار بشه و میخواست این یک سری ما بین او و خدای او باشه. اما بالاخره این راز فاش شد. خود ذات الله تعالی خواست که این فاش بشه و وقتی خود الله تعالی میخواد فاش بشه، بدون اینکه خود ولی اینو بخواد، تو این حکمت هاست، تو این راز هاست، تو این در حقیقت هزاران میتونه حکمت هایی باشه که خدا خواسته این قضیه رو در حقیقت آشکار بکنه و اون موقع از این آسیب هایی که میتونه داشته باشه برای ولی، الله خود ولی رو حفظ میکنه، چون خودش ناخواسته این یعنی در جامعه ترویج شد و جامعه به این دست پیدا کرد. خودش نخواست ولی این اتفاق افتاد. خب این شیخ اقطع اینطوری بود. حالا اینجا شیخ زریری رو میخواد بیان بکنه، شیخ نابینایی رو که قرآن رو به ظاهر مثل یک بینا از رو تلاوت میکرد. الله تعالی این خرق عادت رو، این کار خارق العاده رو به این بزرگ نصیب کرده بود و پایان داستان هم مولانا نکاتی رو از این
نتیجه گیری میکنه. دید در ایامان شیخ فقیر، مصحفی در خانه پیری دریر. یک شیخ توحیدستی فقیری تو خانه یک بزرگ و عارف نابینای قرآن دید. پیش او مهمان شد او وقت تموز، هر دو زاهد جمع گشته چند روز. تو فصل اوج تابستان و گرما بود، مهمان این بزرگ شد، در حالی که خودش هم انسان بزرگی بود، ولی تعجب کرد از این که خب از طرف این کوره، اینجا این خونه کس دیگه توش نیست، چطور میتونه این قرآنی تو خانه داشته باشن؟ حکمت قرآن تو این خونه چی میتونه باشه وقتی که صاحب خانه کوره و کس دیگه هم اینجا نیست؟ گفت اینجا ای عجب مصحف چراست، چون که نابیناست این درویش راست. این مصحف اینجا چیکار میکنه؟ حقیقت امر اینه که این خب به هر حال نابیناست. اندر این اندیشه تشویشش فزود، که جز او را نیست اینجا باش و بود. این باعث خورده تشویش ذهنی شد، با خودش گفت کس دیگه هم اینجا زندگی نمیکنه غیر از همین کور. اوست تنها مصحفی آویخته، من نیم گستاخ یا آمیخته. ولی خب سوال کردن هم همه جا خوب نیست. یه حالا مسئله مشهوری هست، میگه شاگردی که به استادش نگفت چرا و مریدی که به شیخش گفت چرا، هر دو تا رو ول کن به چرا. یعنی یه جاهای چرا دارد، یه جاهای چرا ندارد. بالاخره یه کسی که پیش یک نفر برای تعلیم و تعلم میره باید بگه چرا، چون بتونه با این طریق به خیلی از علوم دست پیدا بکنه، خیلی از ندانسته های خودش رو با همین سوالات بهش دست پیدا بکنه. اما وقتی که تعلیم و تعلمه، اما یه جاهایی هست تزکیه، اصلاح، اینجا دیگه اون فرد چون به نیت اصلاح آمده برای هر چیز نباید بگه چرا. مثل اینکه حضرت موسی علیه السلام دنبال خضر آمد برای علوم تکوینی، حالا خودش صاحب علوم تشریعی بود، نبی اولوالعزم بود، در حقیقت خودش کلیم الله بود، اما توی علم جزئی خضر از او اطلاع بیشتری داشت. حالا قصهش مفصله که چرا این اتفاق افتاد، چرا خدا گفت که برو از خضر این داستان رو، این علم رو یاد بگیر. به هر حال اونجا یکی از اون شرایطی که حضرت موسی رو گزینش کرد و به نوعی قبول کرد این بود که چرا نگی، اصلا از من سوال نکنی. خودم قبول کرد، ولی خب تو مسیر که داشت میرفت اتفاقایی که میافتاد برای حضرت موسی که صاحب علم تشریعی بود اصلا عجیب جلوه میکرد. چرا این کار رو میکنه؟ هی سوال میکرد، هی خود تذکر میداد. قرار شد سوال نکنی. حالا اینم با خودش گفت خب من اینجا اگه سوال کنم، این سوال نابجای من، بی موقع من، شاید خلاف ادب باشه، شاید من از فیض این شیخ و مرشد منو محروم کنه. اولا من نیم گستاخ یا آمیخته. یه وقتی از روی صمیمیت که سوال میشه، از روی در حقیقت دوستی خیلی عمیقی که سوال میشه، من با طرف بی تکلف شدم، خیلی رفاقت عمیقی دارم، حالا میتونم ازش سوال کنم. یه وقتی هم هست که در حقیقت جای سواله، ولی اینجا نه جای سواله و نه منم اینقدر رابطه خیلی صمیمانه‌ای و بی تکلفی با این دارم، لذا سوال نمی کنم، صبر میکنم ببینم چی میشه پایان داستان. تا گذر ایام خودش به من نشون میده حکمت این کار چی میتونه باشه. تا بپرسم نی خموش صبری کنم، تا به صبری بر مرادی برزنم. بعد با خودش گفت که این مسئله رو بعداً سوال میکنم. باز با خودش کلنجار رفت و نه بهتر همینه که صبر کنم تا با صبر به مراد و مقصد خودم برسم. صبر کرد و بود چندی در حرج، کشف شد که صبر و مفتاح الفرج. خلاصه کلام که این بنده خدا مهمان کمی صبر کرد، خب یه دچار حرجی هم شد، مشقت و ناراحتی هم، یه تشویش ذهنی هم براش بود، اما نهایت امر این شد که صبر جواب داد. مولانا میگه که صبر و مفتاح الفرج، صبر کلید باب نجاته. انسان با صبر میتونه به خیلی چیزای بزرگ دست پیدا بکنه. حالا داستانی رو مولانا میاره در رابطه با صبر. یک خورده از این داستان، معمولا عادت مولانا تو یک داستانکای دیگه میاره، چون بحث صبر آمد، صبری از حضرت لقمان علیه السلام میخواد بیان کنه، باز دو مرتبه به داستان برمیگرده. صبر کردن لقمان چون دید که داود علیه السلام حلقه ها میساخت از سوال کردن، به این نیت که صبر از سوال موجب
فرج هست. حضرت لقمان دید که حضرت داود علیه السلام حلقه های رو داره درست میکنه و آهن در کفش موم شده، یکی از معجزاتش این بود، اما نمیفهمید که چرا این حلقه ها رو داره درست میکنه، چرا این آهن رو داره اینطوری به این حالت در میاره. اول گفت سوال کنم، بعد آخر گفت نه صبر میکنم. کار فعل الحکیم لا یخلو من الحکمه، هیچ کار آدم حکیم و فرزانه خالی از حکمت نیست و همه چیزا رو آدم با سینجین و همه چیزا رو آدم با قیل و قال نمیتونه به دست بیاره. گاهی وقتا باید صبر کنه تا به اون نتیجه دست پیدا بکنه. لذا منم صبر میکنم. صبر کرد و بعد به نتیجه رسید. حالا مولانا اینو میخواد بگه. رفت لقمان سوی داوود صفا، دید کو میکرد زاهن حلقه ها. حضرت لقمان علیه السلام نزد داوود صفا، یعنی داوود پاکدل علیه السلام رفت، دید که داره حلقه های آهنی درست میکنه. جمله را با هم دگر در میفکند، زاهن پولاد آن شاه بلند. این شاه بلند مرتبه این حضرت داوود علیه السلام حلقه های پولادینی رو داره به هم دیگر وصل میکنه، اما نمیفهمد چرا این کار میکنه. صنعت زراد او کم دیده بود، در عجب میماند وسواسش فزود. حضرت لقمان صنعت زره سازی رو کمتر دیده بود، با این صنعت و حرفه آشنایی نداشت و ابتدا که اینا رو میدید اصلا براش خیلی تعجب داشتن. چی این حلقه رو درست میکنه که چیکار میخواد بکنه؟ یه نبی چرا وقتشو صرف اینا میکنه؟ بنابراین خیلی تعجب کرد و تمام وجودش پر از وسوسه و سوال شد که این چه شاید بود وا پرسم از او، که چه میسازی ز حلقه تو به تو. با خودش فکر کرد که سوال کنم، بپرسم داری چیکار میکنی؟ باز با خود گفت صبر اولاتر است، صبر تا مقصود زودتر رهبر است. اما با خودش سوال کرد نه، اینجا جای سوال نیست و صبر میکنم. تو اینطور شرایطی صبر انسان رو خیلی زودتر به سرمنزله مقصود میرسونه. بهتر همینه که به هر حال اینجا باشم و خودم ببینم عاقبت امر چه میشه. چون نپرسی زودتر کشفت شود، مرغ صبر از جمله پرانتر بود. اگر عجله نکنی و اگر صبر پیشه بکنی، اون مجهول تو زودتر کشف میشه. عرض کردم سوال کردن کجا نباید سوال بکنیم؟ تو امور معنوی، تو امور اصلاحی. چون این اموری هست که انسان باید لذت این می ندانی به خدا تا نچشی. یه امام محمد غزالی رحمت الله تعالی علیه یه رساله‌ای داره، کتابچه‌ای داره به نام ایها الولد. یکی از شاگرداشون ازشون سوالایی پرسیده، ایشون جواب داده. یکی از این سوالات شاگرد ازشون پرسیده که لذت قرب خدا، لذت همکلامی خدا، لذت وصل خدا، لذت قرب خدا چیه؟ برای من یکم وصف کنی. حالا سوالات دیگه هم کرده، یکی از سوالات اینه. امام محمد غزالی رحمت الله تعالی علیه در جواب این شاگرد خام، چون یه چیزایی اصلا قابل سوال نیست، مثل اینه که من حس چشایی ندارم بعد به طرف میگم شیرین یعنی چی؟ مثل این که طرف کوره، اصلا تابال کور مادرزاد بوده هیچی ندیده، بعد از دوستش سوال میکنه رنگ قرمز یعنی چی؟ حالا چی باید توضیح بدین؟ این رو اگر به قول معروف از هوش مصنوعی هم بپرسه هنگ میکنه. چی جوابشو بدم الان؟ این که ذوق اینو نداره، این که خودش این قابلیت رو نداره که بتونه اینو درک بکنه، این با سوال حل نمیشه که. چقدر باید توضیح بده تا اینو بفهمه؟ به هر حال اگر گاهی وقتا این سوالات مطرح بشه بی موقع، نه تنها اون گره های ذهنی باز نمیشه، بلکه اون گره های ذهنی گاهن چی میشه؟ خیلی قوی تر میشه، تبدیل به یک گره کور میشه که بعدا هم بخواد مسیر رو طی کنه نمیتونه. مثل شیربرنج درست کرده بود، مادری داد دست بچهش، گفت اینا رو اون فقیر کور نمدره بده بهش بخوره. خب اینو شیربرنجا رو بلند کرد بود برای کوره گفت چیه اینا؟ گفت اینا نمیدونم، بهشون میگن فرنی، بهشون میگن فلان، یه اسمی داره. بعد اون اسم با کلاسترش رو گفت، شیربرنج نگفت. بعد اون گفت این یعنی چی؟ گفت من نمیدونم. گفت ترکیباتش چیه؟ بچه بود. گفت من نمیدونم، مادرم درست کرده. گفت خب چطوریه این؟ تو الان میدی به من کور من اینا رو بخورم؟ بچه بود. گفت که سفیده.
گفت خب سفید چطوریه؟ کور مادرزاد سفید چی میدونه چیه؟ گفت سفید مثل قو. خب این کور قو هم ندیده. کور مادرزاد گفت قو چیه؟ گفت قو اینطوریه، نگاه کن. دست کوره رو گرفت که داشت رو این، گفت اینطوریه، نگاه این. گفت تو اینطور چیزی رو میخوای برسی به حلقوم من بیچاره؟ تو میخوای با من پدر کشتگی داری چیه؟ حالا میخواد چه توضیح بده؟ به کجا رسید؟ حالا که راه حل این سوالا نبود، راه حل این بود که به کوره بگه چه؟ بخور تا بفهمی، نه که با سوال به این برس. یه چیزایی هست که آدم با سوال به اون جواب نمیرسه. بعد این شاگرد این سوال از امام غزالی کرد: لذت قرب خدا، لذت وصل خدا چیه؟ امام غزالی هم یه مثال در حقیقت زده بود در حد خودش. بهش گفته بود که یه بنده خدای عنین بود، یعنی قوه باه نداشت، قوه مردانگی نداشت، لذا نمیتونست ازدواج کنه. بعد از اون طرف هم میشنید ملت میگن از این لذت همخوابی و همبستری و آمیزش با هم دیگر صحبت میکنن. این بیچاره اصلا نمیتونست درک کنه اینا رو. چی میگن اینا؟ چه میگن الذ اللذات، بالاترین لذت دنیاست. خودش هم بیچاره درکی نداشت از این قضیه. فقط میشنید مردا با هم دیگر اینا رو میگن. این تو جمع مردا نشسته ولی از این لذتی چی نمیفهمه. یه روزی دوستشو کنار کشید، به دوستش که فلانی، گفت بله. گفت حقیقت امر اینه که من خب عنینم دیگه، من اون قوه باه و مردانگی ندارم، اما یه چیزی خیلی ذهنمو درگیر کرده. چیه مگه این که نقل مجلس مرداست، 2 تا بگیریم 3 تا بگیریم فلان بگیریم، گویا غیر از این دیگه از حرفی ندارم مردا. بعد چیه مگه این؟ یکم میشه برام توضیح بدی؟ رفیقش گفت توضیح بدم؟ این لذت رو به توضیح بدم؟ گواره این لذت چطوریه؟ یکم برام توضیح بده. رفیقش بهش گفت من تا امروز فکر میکردم فقط تو عنینی، اما حالا فهمیدم احمقم هستی. من فکر میکردم فقط مشکلت از پایینه، حالا فهمیدم بالاتم خرابه. خب مرد مومن این لذتی نیست که آدم بتونه با کلمات، با جملات، با تعابیر از این لذت چیزی به مخاطب تفهیم بکنه. اصلا قابل در حقیقت تفهیم نیست. من تا دیروز فکر می‌کردم عنینی فقط، حالا فهمیدم نه بابا، بالقانت هم اجاره است، تو بالات هم چیزی نداری. بعد امام غزالی گفت با این مثال به شاگردش فهموند که آقا تو این بحث، یعنی تو این وادی، یه چیزای ذوقیه، یه چیزای وجدانیه. یعنی تا لذت این می ندانی به خدا تا نچشی، اصلا تا نچشی، تا خودت نرسی به اون مرحله، تا خودت اون استعداد در خودت پیدا نکنی و نتونی اون رو خودت تجربه کنی، هیچ کس دیگه با کلمات و جملات نمیتونه اون چیز رو برای تو چه کامل شفاف توضیح بده. یکی از اونها قرب خداست، وصل خداست. قرب با خدا، وصل با خدا این چیزی نیست که با کلمات و جملات راکت و جامد محدود بتونی این قرب لا محدود رو، این قرب پر از هیجان و پر از شیرینی رو با کلماتی که فاقد روحن، احساسن و هیجانن، با اینا بتونی اون چیزی که اوج هیجانه تو برای مخاطب خودت تفهیم بکنی. اگر بخوای تفهیم بکنی طرف رو گمراه‌تر میکنی، ذهنش رو درگیرتر میکنی و اصلا متوجه نمیشه، اصلا این قابل توضیح نیست. بنابراین اینم با خودش فکر کرد که خب من اینجا اومدم برای کسب فیض، اومدم استفاده کنم. یه جای سواله. گفتم بحث شاگرد و استادی که باشه، تعلیم و تعلم باشه، اصلا جای سواله. البته اون سوالم باید یک شاگرد فهمیده‌ای باشه، یه شاگرد در حقیقت آگاهی باشه، وگرنه میگه عروسخانه بود صمم بکما حرف نمیزد و اصلا مثل برج زهرمار نشسته بود تو حجله. بعد این زنا گفتن بابا عروس فلانی مثل که گنگه، اصلا یک کلمه حرف نمیزنه، این همه در حقیقت دور و برت شور و نشاط، تعریف و تمجید، همه دارن از حسنت، زیبایی تعریف میکنن، حرف بزن آخه ما بشنویم یک کلمه از تو. گفت پس اجازه است یه سوال بکنم؟ همه سکوت مطلق تو سالن. حکم فرما شد که عروس خانم میخواد لب تر کنه، حرف بزنه، سوال کنه برای بعد از کلی سکوت. گفتم بله بگو. گوشه همه تیز شد. و اگه این داماد مرد من کیو بگیرم؟ بعد همه ملت گفتن جناب همون شما چی؟ همون ساکت باشی بهتره، آبرود محفوظ تره. زدی گند تو همه چیز که چه سوالی بود کردی تو. حالا اینکه یه جای سواله، باید سوال کنی، اما بدونی چطور سوال کنی، روش سوالت هم بفهمی. خب یه جایی هم هست که برای اصلاح رفتی، برای تزکیه و خودسازی رفتی، اینجا دیگه اصلا جای سوال نیست.
اینجا باید خودت بله اون چیزی که اون مصلح میگه، اون مربی میگه، ازش بشنوی، اونا رو عملی پیاده کنی، مرحله به مرحله هر چیزی که او گفت در حد فهم تو بود به اون بسنده کنی، بری تا خودت به اون مرحله برسی که اونو بفهمی و اونو درک کنی، و نه اینو گفتنی نیست. برحال اینجا هم لقمان با خودش فکر کرد من آمدم پیش یه نبی مثل داوود، داره یه کاری انجام میده، این سوالم شاید نابجا باشه، برای من سوال نمی کنم، انشاءالله تعالی خودم با صبر کردن انشاءالله به جوابش خواهم رسید. لذا چون نپرسی زودتر کشفت شود. حضرت لقمان با خودش گفت اگه سوال نکنی اون مجهول تو زودتر برات منکشف میشه. مرغ صبر از جمله پرانتر بود و یه جاهایی اون پرنده صبر از همه کارآمدتره و اون طالب رو زودتر به مقصدش میرسونه و بپرسی دیرتر حاصل شود. یه وقتایی اصلا سوال بی موقع اگه بکنی اتفاقا از مراد دور میفتی. گفتم گره های کور ذهنی برات ایجاد میشه، بنبستای فکری برات ایجاد میشه و تو رو تا برسی به منزل اصلا گیشتر میشی و همون بهتر که سوال نکنی. بنابراین ور بپرسی دیرتر حاصل شود، سهل از بی صبریت مشکل شود و طوری گاهی وقت سوال نابجا یک کار آسون و سهل رو هم پیچیده میکنه، دشوار میکنه و برات مسئله قامستر میشه. چون که لقمان تن بزد هم در زمان شد، تمام از صنعت داوود آن. وقتی که حضرت لقمان خاموش شد و حرفی نزد، در همون لحظه داوود هم از کار زره سازی خودش فارغ شد، کارش تمام شد. پس زره سازی دو در پوشید او، پیش لقمان کریم صبرخو. حضرت داوود علیه السلام اون حلقه هایی رو که بافته بود ازش یه لباس زرهی آماده کرد و پوشید جلوی چشمان حضرت لقمان علیه السلام و حضرت لقمان یه دفعه براش همه چیز واضح شد. پس این کارها همه رو برای این میکرده، میخواسته ازش یه لباس در حقیقت یه زره درست کنه. گفت این نیکو لباس است ای فتا، در مصاف و جنگ دفع زخم را. اون موقع حضرت داود خودش بدون اینکه اون سوال بکنه، چون به مرحله رسیده بود که میدید دیگه، حالا بهش گفت که ببین این لباس کارایش اینه که من تو مصاف و تو جنگ ها اینو اگه بپوشم در مقابل ضربات شمشیر، نیزه، اینا در حقیقت از من دفاع میکنه. گفت لقمان صبر هم نیکودمی است که پناه و دافع هر جا غمی است. اون موقع حضرت لقمان علیه السلام گفت صبر هم یه نفحه جان بخشه و صبر پناهگاه و دفع کننده هر اندوهه. انسان اگه صبر بکنه بالاخره پایان اندوه شیرین میشه، پایان در حقیقت اون ماتمی که حالا موقتی براش به وجود آمده به نتایج خوبی ختم میشه. صبر را با حق قرین کرده فلان. الله تعالی صبر رو کنار حق آورد. تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. حق صبر، تواصی بالحق، تواصی بالصبر. یعنی اینکه انسان تو مسیر حق باید صبر هم داشته باشه، اگر نداشته باشه به مراد و مطلبش نمیرسه. صبر را با حق قرین کرده فلان، آخر والعصر را آگه بخوان، همون تواصی بالحق و تواصی بالصبر. 100,000 کیمیا حق آفرید. الله تعالی 1000 نوع کیمیا که فوراً تغییر ماهیت میده، فوراً یه چیز کلاً عوض میشه، معادلات و یه چیز دیگه به وجود میاد، اینو میگن کیمیا اصطلاحاً. میگه 100,000 کیمیا حق آفرید، کیمیایی همچون صبر آدم ندید. آدم از کلماتی که نمیگه عموماً کمتر پشیمان میشه، کلماتی که نمیگه و صبر میکنه، ولی از کلماتی که با بی صبری میگه یک عمر پشیمانه. چرا بی موقع گفتم، چرا حرف بدی زدم، کاش نمیگفتم. خیلی کم پیش میاد که انسان از کلماتی که نمیگه و صبر میکنه تو یک شرایطی، تو یک حالتی پشیمان بشه، ولی خیلی
پیش میاد که انسان از کلماتی که یه جا با بی‌صبری فوری گفته، اون لحظه خوشحال بوده، خوب گفتم، خوب فلان کردم، خوب جوابشو دادم، اما یه عمر بعد تاوان همون کلمات و بد زشت رو که یه جای بی محل و بی موقع گفت رو بده. لذا صبر چیز قشنگیه، صبر پایان قشنگی داره. اگه چه که اولش تلخه، همون موقعی که میخوای صبر بکنی تلخه، ولی یه عمر برات شیرینی برمقام میاره. اینجا میگه الله تعالی 1000 نوع کیمیا پیدا کرده، اما انسان کیمیایی به بلند مرتبه صبر هنوز کسی ندیده. یه جای دیگه مولانا میگه صبر بگزیدند و صدیقین شدن. اونایی که به مرتبه صدیقیت رسیدن که یه درجه از نبوت پایین تره، حتی صدیق از شهید درجهش بالاتره. الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین. صدیق اگر صدیق شده با صبر صدیق شده. صبر بگزیدند و صدیقین شدن. با صبره که انسان به اون مقامهای بلند و به اون مقامهای بسیار رفیع دست پیدا میکنه. بقیه حکایت نابینا و مصحف، خب اینو وسط به عنوان یه جمله معترضه مولانا آورده بود. 2 مرتبه به داستان کی برمیگرده؟ همون کور و مصحفی که تو خونش بود. مرد مهمان صبر کرد و ناگهان کشف گشتش حال مشکل در زمان. یکم صبر کرد، سخت بود این مدت، یه خورده با خودش کلنجار میرفت، اما نهایت هم مشکل براش حل شد. نیمه شب آواز قرآن را شنید، جست از خواب آن عجایب را بدید. نصف شب که خونه آقا خواب بود، صدای تلاوت قرآن بلند شد و آقا از خوابش بلند شد که ز مصحف کور میخواندید درست، گشت بی صبر و از او آن حال جست. دید که مصحفی قرآن جلوش بازه، داره خط میبره و میخونه، همین کوره. اونجا گفت حالا جای سواله. خب تا حالا اگر محل سوال نبود، حالا دیگه زمینه سوال فراهم شده، چون مصحف جلوشه داره میخونه، شرایط سواله دیگه. ازش پرسید که این چه حکایتیه؟ شما که کوری، بعد این قرآن جلو رود باد، بعد این انگشتت رو خطا، چیه این حکایت رو برای من بگو. گفت آیا ای عجب با چشم کور، چون همی خوانی همی بینی سطور؟ مگه میشه با چشمی که نابیناست آدم ببینه و تو سطور رو خطوط رو چطور داری میبینی؟ آنچه میخوانی بر آن افتاده ای، دست را بر حرف آن بنهاده ای. بعد جالبه که خط هم میبری، دست رو میذاری رو کلمه همطوری میخونی و میری جلو. اثبات در سیر پیدا میکند که نظر بر حرف داری مستند. که همین که دستت همزمان روی همون کلمه‌ای که داری میخونی نشان از اینه که داری میبینی. چیه این حکایت؟ گفت ای گشته ز جهل تن جدا، این عجب میداری از صنع خدا. مرد نابینا به مهمان گفت که ای کسی که از نادانی کالبد جسمانی آزاد شدی، یعنی ای کسی که از اون مرحله بهیمیت، جسمانیت، خور و خواب و سرور و مرحله شهوت چشم و شهوت شکم و شهوت فرج و اون زندگی حیوانی اومدی بیرون، روحانیت تو خودت رشد دادی. عرض کردیم اول داستان که این خودش هم عارف بود، این مهمانه. گفت تو خودت یه روحانیتی تو خودت ایجاد کردی، تو خودت یه خورده معنویتی تو خودت ایجاد کردی. از اون مرحله‌ای که زندگی رو فقط برای خوردن و خوابیدن و لذت جویی مثل یه حیوان بخوای، پا رو فراتر گذاشتی، لذت‌های معنوی رو حالا داری درک می‌کنی، حالا داری می‌چشی طعم یک لذت‌های معنوی رو. قلبت بهره‌مند از یه سری لذت‌ها که حیوان ازش محرومه. آخه ببینید انسان اگر بگه من لذت خوردن رو میفهمم، خب حیوانم میفهمه. اگه بگه من لذت بوییدن رو میفهمم و حس شامه دارم، خب اینو حیوان میفهمه. لامسه رو بگه حیوانم داره. ولی یه لذتی هست که حیوان نداره، اون لذت دله. انسان میتونه بگه جعلت قرة عینی فی الصلاة، خنکی چشمان من تو نمازه، کیف میکنم وقتی تو نماز با الله نجوا میکنم، لذت میبرم وقتی مخاطبم در نماز ذات الله، تمام وجودم پر از سرور میشه. وقتی انسان لذتشو تو تلاوت کلام الله تعالی ببینه و احساس کنه موقع تلاوت کلام الهی که من دارم هذا کلام ربی، هذا کلام ربی. حضرت اکرمه وقتی قرآن رو میخواد یه لذتی تو وجودش
تمام تار تار موی بدنش رو میگرفت که فریاد میزد این کلام رب منه، الله، کلمات الله رو دارم به الله میشنوانم. لذت میبرد، کیف میکرد. یا شنیدیم طعم شهادت رو که ضربه میخوردن، با مرگ به ظاهر دست و پنجه نرم میکردن، میگفتن فست و رب الکعبه، رستگار شدم به خدای کعبه قسم. یه لذتی رو داره حس میکنه. این لذت هاست که انسان رو از حیوان جدا میکنه. انسان اگر از این لذت ها خبردار شد، نشان از اینه که انسانیت تو وجودش رشد کرده، از مرحله بهیمیت پاشو گذاشته تو مرحله روحانیت و ربانیت و تونسته به مرحله برسه که یه لذت هایی رو درک کنه که سایر جانداران نمیتونن اون لذت ها رو درک کنه. حالا این به دوستش گفت تو که از اون مرحله اومدی این ورتر، لذت های معنوی رو خوب درک میکنی، از صنع خدا تعجب میکنی؟ یعنی برای خدا سخته؟ این عجب میداری از صنع خدا؟ آیا از صنع الهی تعجب میکنی؟ الله تعالی در رابطه با اصحاب کهف هم میگه شما شنیدید 7-8 نفر تو دل کوه پرورش پیدا کردن. ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. شما فکر کردین که چند نفر تو دل کوه پرورش پیدا بکنن خیلی نشانه شگفت خداست؟ بابا خدا که مگه تو ندیدی که یه بذر مرده رو تو شکم زمین پرورش میده، جوانه زنده میکنه میاره بیرون، رنگ میده، طرح میده، طعم میده، ارزش غذایی میده. اونی که تو دل زمین مرده جوانه زنده رو پرورش میده، تو دل کوه یکی رو پرورش داده. اونی که تو شکم مادر پرورش میده، فی ظلمات ثلاث، تو 3 تاریکی، هیچ نوری نیست، اونجا داره صورتگری میکنه. چه فرقی میکنه برای خدا تو شکم زمین پرورش بده، تو شکم مادر پرورش بده، تو شکم کوه پرورش بده؟ الله. از بس یه چیزایی رو ما زیاد دیدیم اینا برای اون طبیعی شده. مثل اینکه یکی به بچهش گفت که بابا منو میبری جنگل؟ گاره. یه روز اینو سوار ماشین کرد برد وسط جنگل، تو دل جنگل پیادهش کرد. بعد چپ و راست بچهش نگاه کرد که بابا بله، من یه جایی آورده که از بس درخته من نمیتونم جنگل رو ببینم. یه جایی من میبردی که من مسلط‌تر یه ویوی میداشت، یه طریق دیدنی میداشت که من میتونستم ببینم جنگل. آخه تو من یه جایی آورده که از بس درخته من نمیتونم جنگل رو ببینم. حالا باباش مونده که چطور به این بچه بفهمونه که همینایی که تو میگی نمیذاره من ببینم همینا جنگله. حالا از بس ما آثار نشانه های قدرت الله تعالی رو دیدیم و برای ما تکرار شده، یه چیزایی اصلا شگفتیشون از ذهن ما رفته. وگرنه شگفتی های قدرت الله تعالی رو تو همین دنیا تو میتونی ببینی. حالا این که تو شنیدی چند نفر رو الله تعالی تو شکم کوه پرورش داده، یا الله تو شکم کوه مگه میشه؟ نه این که تو شکم مادر پرورش دادن دیگه خیلی آسانه، یه نطفه گندیده رو کلیه کنه، تنفس کنه، قلب کنه، اعصاب و روان کنه، اینا رو در حقیقت اعضا و جوارح کنه، اینا رو عصب و رگ و مویرک کنه. اونجا این آسونه؟ اونجا عجیب نیست؟ فقط تو دل کوه پرورش دادن عجیبه؟ یه دونه بذر رو تو دل زمین مرده پرورش بده، طراحی کنه، هر دونه برگش رو الله تعالی گوی قیچی زده، طراحی کرده، رنگ آمیزی کرده، بو داده، طعم داده، ارزش غذایی داده، زیبا خلق کرده. من این سفری داشتم یه زمان به این منطقه سرسبزی از ایران خودمون، توی قطعه زمینی که خیلی هم کوچک بود، شاید 3 متر در 3 متر. من 5-6 تا گل کوچک در آوردم کنار هم دیگر توی فضای انقدی، 5-6 تا گل پر رنگ های کاملا متفاوت و زیبا. همه اینا از همین زمین. این زرده به چه زیبایی و قشنگی طراحی شده، نقاشی شده، بو داره، زیبا. اون گل قرمز کاملا با این متفاوت. خدایا اگه تو عمق زمین رو بکنی اینجا کارخانه رنگه.
این رنگ از کجا داره در میاد؟ این بوها از کجا داره در میاد؟ این زیبایی ها از کجا داره در میاد؟ این طراحی ها از کجا داره در میاد؟ مهندس مطابقات طراحی بکنه، بپرسید از مهندس طیبین، باید انواع و اقسام کامپیوترها و انواع و اقسام ابزار در حقیقت رسم و نقشه کشی جلوش باشه، نمیدونم کلیس و پرگار و نمیدونم گونیا و فلان و فلان و فلان، که یه نقشه چی میخواد بکشه؟ یا آپارتمان میخواد بکشه. بابا اینا نقاشی اینا کجا شده؟ طراحی اینا کجا شده؟ این همه زیبایی کجا خلق شده؟ من هم چند تا گل برداشتم تو دستم گرفتم، گفتم یا الله چقدر قدرتمندید. این عجیب نیست که از دل این زمین مرده خدا بذرهایی رو پرورش داد، اینطور چیزایی رو در آورده که حالا بعد تو میگی 6-7 نفر تو دل کوه پرورش پیدا کرد. این با عقل من جور در نمیاد. با عقل من جور در نمیاد. خیلی خب اگر تو تونستی با عقل خودت جور در بیاری که این 5-6 مدل گل از یک قطعه زمین چطور در آمده، اینا رو با همون معادلات ذهنی و فکری خودت تو همینا رو برای من توجیه کن، چطور در اومده، چطور در میاد اینا. همونطور که اینجا نمیتونی درست اینا رو تجزیه و تحلیل عقلانی کنی، اونم بپذیر که عقل منم اونجا قطع نمیده ولی خدا پرورش میده. خب میگه این عجب میداری از صنع خدا، من ز حق خواستم کای مستعان، بر قرائت من حریصم همچو جان. گفتم خدایا چشمام ازم گرفتی، من اعتراض ندارم، تو رب منی، دادی تو دادی، گرفتی تو گرفتی و کار تو سراسر حکمت الله، من اعتراض نمی کنم. اما الله من تلاوت کلام تو رو دوست دارم و از طرفی حافظ کلام تو هم نیستم. خدایا مهم نیست که با چشمام دنیامو نبینم، مهم اینه که من با چشمام نتونم کلام تو رو ببینم. لذا الله موقعی که من تلاوت میکنم قدرت بیناییمو به من برگردون. من با خدا مناجات کردم، اینو از الله خواستم، نیستم حافظ منو نوری بده در دو دیده وقت خواندن بیگره. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت الله تعالی علیه، کاش اونطوری که عرفا به دنیا نگاه میکنن ما به دنیا نگاه میکردیم، همه چیز قشنگ میشه. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت الله تعالی علیه آخر عمر فلج شده بودن، آخرای عمرشون پاهاشون دیگه توانایی راه رفتن نداشت. یه وقتا میگه یا الله چقدر خوبی تو، این آخر عمرشه، این آخر عمر زکریاست و قرار زکریا با تو ملاقات کنه، با تو روبرو بشه. تو این روزای آخر عمرم خدای اون چیزایی که مخصوص سیر و گشتن تو مخلوقاتت بود اونا رو از من گرفتی، اون چیزایی که مال سیر و حرکت به سمت توست اونا رو برام نگه داشتی. چشممو برای تلاوت، زبانمو برای ذکر، فکرمو برای تدبر و عبرت در آیات نشانه‌های خودت نگه داشتی، سینمو برای درد و سوز خودت نگه داشتی. اینایی که مال تو بود برای سیر به تو، گام برداشتن به سمت تو، اینا رو نگه داشتی. اونایی که مال گشتن تو خلق خدا و غفلت و پشیمانی آخرت بود از من گرفتی. خدای تو چقدر خوبی. شیخ ما حضرت مولانا حکیم محمد اختر رحمت الله تعالی دیابت داشتن، مرض قند. گاهی وقتا میخندیدن میگفتن الله الله این نام از بس شیرینه لوز المعده منو از کار انداخته، من دیابت گرفتم از شیرینی نام الله. ببین اینا دارن دنیا رو اینطوری دارن میبینن، ما چطور میبینیم؟ یه چیز، یه نقص تو زندگیش که میاد انقدر اسیر این نداشته زندگیش میشه، انقدر با این نداشته ناشکری خدا میکنه، با این نداشته انقدر به دیگران حسد میکنه که همه داشته های زندگی شادش نمیکنه. حالانکه اگر الله تعالی از تو چیزی گرفته چیزها به تو داده. یه بزرگی یه عارفی یه زمان از یه جایی رد میشد، کفش هم نداشت، یه حالت فقر و یه حالت نداری هم داشت، وارد یه شهری میخواست بشه. خب اون شهرهای قدیم رو دورشون رو چیکار میکردن؟ حصار میکردن، دورشون رو میبستن. این وارد شهر که شد
میخواد وارد شهر بشه، دید دروازه بسته است. خب دروازه های شهرها رو یا شبا میبستن یا تو یه حالت نظامی آماده باش که شهر مورد هجوم و حمله بود میبستن روزا، وگرنه دلیل نداشت روزا ببنده. اما این روز بسته بود. به نگهبانش گفت چرا در بسته است؟ گفت پادشاه گفته، دستور از بالاست، دست ما نیست. گفت خب چرا؟ چیزیه مگه؟ لشکرکشی شهر مگه قراره مورد تاخت تاز و هجوم کسی قرار؟ گفت نه. یکم پیچید. آخر گفت آقا پرنده باز شاهی پادشاه فرار کرده از قصرش، پادشاه دستور داد درا رو ببندید تا پرنده رو ما بتونیم تو شهر بگیریم و بیاریم، بعداً درا رو باز کنیم. این بزرگ گفت نمیگی پرنده؟ گفت چرا؟ گفت خب اون خزنده که نیست، پرنده است و قرار نیست که از رو زمین بیاد و از در بره، از هوا پرواز میکنه، اینجا هم که مسقف نیست، بسته نیست، درا رو چی بستی؟ سربازو گفت راست میگی، یا فکر من نیومد. رفت به مافوقش گفت مافوق به مافوق، مافوق به مافوق، مافوق به مافوق، رسید به کی؟ به خود شاه که بابا این کار فایده نداره. شاه هم گفت راست میگید، پرنده است میپره. در رو باز کردن. این رفت توی مسجدی، بعد شروع کرد به فریاد زدن خدا. خدایا منی که دوست تو هستم، منی که با تو سر و سودای روزانه دارم، تلاوتی ذکری فلانی، کفش ندارم بپوشم، اما به یه احمق مثل این یه حکومت دادی، یه پادشاهی دادی. خدایا نمیخوام اعتراض کنم، ولی چطوریه این احمق میشه این همه بالا که همه این ملک و همه این حکومت همه چیز میشه مال اون؟ من دوست تو کفش ندارم. با همین حالت خوابید. یه هاتف غیبی سروشی تو خوابش آمد، گفت فلانی حاضری حماقت اون پادشاه به همراه تخت و تاجش رو به تو بدن و ولایت و دوستی خدا و عقل تو رو به اون پادشاه بدن همراه فقر؟ یه دفعه از خواب بیدار شد، گفت لا توبه، الله من به درگاه تو هیچ شکوهی ندارم. بله یه وقتایی هست خصوصا تو زنا این زیاده، تو فضای مجازی، فضای سایبری، یه عکسی رو میبینن، یه پروفایل رو میبینن، با این چه آدم ماشاءالله قشنگ و خوشتیپیه. نه، میخوای بفهمی این چقدر خوشتیپه، یه عکس بزک شده پروفایلش رو نگاه نکن، بگو آقا عکس شناسنامه رو بفرست اگه جرأت داری، بعد میفهمی چه چلغوزیه. دو تا حرفم میشنوه ازش، بله درکت میکنم، راست میگی، در حقیقت شوهرت نباید این کارا رو بگو. اوه میگه نیمه پنهان من این بوده، آتلانتیس و شهر رویاها این بوده، مرد زندگیم این بوده، من اشتباهی رفتم انتخاب کردم. بیا جناب، حالا دو تا حرف قشنگ از این شنیدی، میخوای بفهمی این کیه؟ اینو برو تو زندگی خانوادگی خودش ببین، ببین با زنش، با خانوادهش، با بچهش چقدر تعهد داره، چقدر با اینا رفتار قشنگ داره، چقدر تونسته این خانواده خودش رو به یه خانواده ایدئال و قشنگ نزدیک کنه. تو دو تا صفت ازش دیدی، 100 تا بدی داره نمیبینی، بعد شوهر بیچارش 1000 تا خوبی داره، یه دونه ضعف داره که نمیتونه بگه دوستت دارم. همه کارم براش میکنه، سختشه. منطقه ما اینطوریه، چه بد بکنیم. یه جایی شوخی میکردیم، یه بنده خدایی بود، دوستان بهش گفتم ما حاضریم چند تراول پول بهت بدیم، فقط به خانم خودت زنگ بزن بگو دوستت دارم. به خانم خودت؟ و به خدا قسم ماشینتم بدی نمیگم. یعنی چی این لوس بازیه چیه؟ حالا این بیچاره این نیاز عاطفیش بوده، به هر حال باید میشنیده. نبی ما گفته، نبی ما به همسرش گفته کلمینی یا همیرا، کلمینی یا همیرا. یه خانومی یه زمان آمد، خب اینا درس هم که میخورن یه وقتای معضل میشن، بعد گفت که شوهر من احساس منو درک نمیکنه، یه مرتبه من نگفته کلمینی یا همیرا، حرف بزن با من گل سرخ من، ولی رسول الله به زنش اینطوری میگفت. خواهرم اگر او برای تو رسول الله نیست، تو هم برای او عایشه نیستی، چرا اینطوری خودتو قیاس میکنی؟ نه، او باید سنت رسول الله رو زنده کنه. من گفتم ببین ببخشید دیگه جواب ترک باید به ترکی بده، این مثل که نمیفهم. من بهش گفتم رسول الله اینو به زن سومش گفته.
بعد دیدم گفت نه جناب مولوی هیچی، خواهشاً یه به دهن شوهر ما نندازید، باز خواهشاً ما هیچی نخواستیم. تو خیلی خوب خداحافظ دیگه، جور تو قانع نمیشدی دیگه. حالا اینا درس هم میخورن معضلاً، یه چیزایی پیدا میکنه فقط که مورد توجه خودشه. رسول الله کدو خیلی دوست داشته، قربان رسول الله برم، زور به زور کدو کدو کدو. بابا رسول الله گوشت راستم دوست داشته، آب گوشتم دوست داشته، اینم برای شوهر بیچاره درست کن. اون زحمت داره، کدو رو میندازه فوری تفتی میده میاره جلو. رسول الله کدو دوست داشته، تا تو بگی من نمیخورم کدو، اوه کافر شد. الله خودش حفاظت بکنه. همه سر تا سر دین رو اینطوری گزینشی ما میخوایم، هر جا که به نفع ماست میگیریمش. در حال چی میگفتیم؟ درودی بخونیم. چی میگفتیم؟ کی ما رو سر خط بیاره؟ ها دیگه، ها داستان که همون داستان بود. به هر حال میریم به داستان. این دید که به هر حال این کور داره قرآن میخونه، جای سوال بود. نیمه شب بلند شده، حالا داره تلاوت میکنه، خطم میبره. اینجا سوال کرد. ها نه این نبود، اون جایی بود که گفت چرا از صنع خدا تعجب میکنی؟ نیست، ما گفتیم تا رسیدیم به اینجا. برحال صنع خدا تعجب نداره، الله هر کار بخواد برای الله تعالی لا ممکن وجود نداره. جایی که عقل ما تموم میشه تازه قدرت الله شروع میشه. قدرت الله پابند اسباب نیست که تو بگی خداوند با کدوم اسباب این کار رو کرده. بله قانون خدا اینه که با اسباب چیزها رو میده، اما قدرت الله چیز دیگه است. عموما الله تعالی چیزایی که در دنیا به وجود میاره با قانون و سنتی که برای نظام آفرینش گذاشته اونا رو به منصه ظهور میاره، با قانون، با اسباب. اما این به این معنا نیست که الله تعالی قدرتش پابند اسبابه. نه، یه جاهای الله تعالی قدرتش رو به منصه ظهور میاره که هیچ قانونی، هیچ اسبابی اونجا نیست، الله میکنه. به حضرت مریم گفتن انا لک هذا، این میوه هایی که غیر فصل هم هست از کجاست؟ حضرت مریم چی جواب داد؟ بدون درخت، بدون فصل، بدون موسم، این میوه ها جلوت از کجا؟ چی گفت؟ قالت هو من عند الله، گویا اینا از جانب الله، الله خواسته الله داده. خب این تبلت ما هم شارژش تمام شد، البته شارژ خود ما هم نزدیک تمام شد. بازده گفت ای گشته ز جهلتن جدا، این عجب میداری از صنع خدا؟ از خدا تعجب میکنی؟ خدا داده، خدا داده رو دیگه سوال نمیخواد. از کجا داده، چطور داده؟ الله هر کار بخواد میکنه. ما امروز وقتی میخوایم پیش خدا دعا کنیم میگیم الله مشکلات اقتصادی دامنگیرم شده، الله میبینی ندارم، الله من یک باجناق نفهمی دارم، منو تو این شرایط اقتصادی درک نمیکنه، نمیفهمه، الله این باجناق من را آگاه کن، به او بفهمان، بیاد کارتشو به من بده و بگه هرچی دوست داری وردا. خودمون داریم به خدا راه نشون میدیم. یعنی فکر میکنیم الله یعنی فکر میکنیم که خدای اگر برای تو مشکل راهش اینه، بابا تو دعاتو بکن، او میدونه چطور بکنه، از کجا بده، چطور بده. تو نمیخواد راهکار نشون بدی به ذات الله تعالی. حضرت زکریا از خدا فرزند میخواد، میگه خدایا پیر شدم، تمام وجودم ناتوانه. یعنی چی؟ یعنی اسبابی که برای داشتن فرزند هست کلا نیست، اسباب به صفر رسیده، ناامید. ولی رب لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین، با وجود اینا من خدا فرزند میخوام، چون میدونم قدرت تو پابند اینا نیست. تو هر کار بخوای میتونی بکنی. اولش هم میگه که خدا من از اسباب تمام شده دیگه، ولی قدرت تو از اینا بالاتره، این قانون توه، ولی قدرت تو چیز دیگه است. خدا من میخوام قدرت تو ببینم، به من فرزند بده. الله هم بهش داد. به هر حال
گفت ای گشته ز جهلتن جدا، این عجب میداری از صنع خدا، از کار خدا داری تعجب میکنی؟ من ز حق درخواستم کای مستعان، بر قرائت من حریصم همچو جان. خدا من تلاوت رو خیلی دوست دارم. حضرت مولانا گنج مرادآبادی رحمت الله تعالی علیه رو گفتن از همه لذات دنیا چه چیزی رو بیشتر دوست داری؟ گفت والله قسم، والله قسم، اگر الله منو جنت ببره به حور و قلمان و زیبایی های جنت میگم برید دنبال همون کسایی که شما رو میخواست. من هم دنیا هم جنت رو برای کلام الله و برای دیدار الله میخواستم. من قرآن میخونم ای حور و قلمان جنت، اگر از من کلام الله رو میشنوید و محظوظ میشید بیایید گوش کنید، اگر نه برید، من به شما کار ندارم. من به همه اون لذت هایی که میخواستم برسم با تلاوت کلام ربم رسیدم. نه تنها عشق از دیدار خیزد، بساکین دولت از گفتار خیزد. چرا زندگی ما برکت نداره؟ چرا وقت ما رو برکت نداره؟ چرا زندگی ما پر از گیچی و سردرگمیه، میدویم به هیچ جا نمیرسیم؟ چون تلاوت کلامی که الله میگه مبارکان، کلامی که با برکته، این برکت تو زندگی نیست. تلاوت نیست تو این خونه. چرا تلاوت میشه تو کلام الهی تو خونه ما؟ تو خونه ای که انواع رسانه، انواع ماهواره با انواع ابتذال و بدی و انواع چیزهای نامشروع تو این خونه میزنه میکوبه فلان. خب میخوای اینجا رفت آمد جبرئیل امین باشه؟ میخوای اینجا برکات و رحمات الهی بباره؟ یه آیه روزانه تلاوت نمیشه تو این خونه، یه آیه. خونه خالی رو دیو میگیره. خانه ای که خالی از کلام با برکت الله، خانه ای که خالی از درود که رحمت الله رو فرود میاره، هر درود 10 رحمت الله تعالی رو فرود میاره. اما تو این خونه درود نیست، تلاوت کلام الهی نیست. تو این خانه یه حلقه جمعی که برای خدا جمع بشن، مذاکره دینی بکنن، تعلیم و تعلمی بکنن، تا حفتهم الملائکه غشیتهم الرحمه، تا ملائکه گرداگرد اینها رو بگیرن، رحمات الله بر اینا بباره. اینطور جلسه هم تو این خونه نیست. خب چی میخواد باشه دیگه؟ خانه خالی رو چی میگیره؟ دیو میگیره. بعد میگن خونه ما چک 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 چه؟ به خدا جناب مولوی از تو حمام ما چک چک آب می آمده، احتمالاً قولیه، جنیه. جناب مولوی به خدا صدای درجین قش 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 قش، احتمالاً سحریه. جناب مولوی به خدا سایه دیدیم تو خونه میره، خودش از هر چی توی خونه میترسه، اصلا خودش دنبال یه چیزیه که ببینه تو خونه. نیست اینا تو این خونه. وقتی اینا نیست، بله میگن در خانه ای که ذکر و یاد الله تعالی میشه، شیطان به شیاطین دیگه میگه برید که امشب جای ما اینجا نیست. خانه ای که لقمه حرامه، خانه ای که اونجا انواع چشم چرانی ها، انواع فساد و ابتذال تو اون خونه داره موج میزنه، چی میخواد باشه تو اون خونه؟ بنابراین کجا بودیم؟ بله این در تلاوت میگفت. من به خدا گفتم خدای چشمامو ازم گرفتی، حکمت توه، منم اعتراض ندارم، اما خدایا چشمامو برای تلاوت کلامت به من برگردون. این بالاترین لذت من تو دنیاست، اینو از من نگیر. اون موقع ما پیروز بودیم که مثل سلطان صلاح الدین ایوبی تو برج مراقبت در میدان جهاد تا نیمه های شب صدای تلاوت کلام الله مجید از برج مراقبت سلطان صلاح الدین ایوبی کرد بلند بود. اون زمانی ما پیروز بودیم که کفار وقتی برای جاسوسی کنار لشکر ما مسلمان ها می آمدن با حول و وحشت برمیگشتن. چیه؟ دور تا دور صدای سپاه مسلمان ها رو زنبورها گرفتن. زنبورها شب جاسوسا رو بیشتر میکردن، نزدیک و نزدیکتر می آمدن. نه آقا این همه هو سر صدایی که اینجا هست از کثرت تلاوتیه که تو این لشکر موج میزنه. این زنبوران نیستن. اون موقع ما پیروز بودیم. اون موقع ما پیروز بودیم که اگر مثل دکتر اقبال به لندن هم میرفتیم، به کشورهای اروپایی هم میرفتیم، شبهای لندن رو پر از نغمه تلاوت کلام الهی میکردیم، دانشجو بودیم، قرآن دستمون نمیافتاد.
اون روز ما پیروز بودیم. اما امروز قرآن تو خونه های ما مهجور هست یا نیست؟ تو طاق نسیان گذاشته شده و گرد و خاک میخوره، هست یا نیست؟ اینه چه توقعی داری؟ اینم پیش الله تعالی اینطور دعا کرد، گفت نیستم حافظ مرا نوری بده، خدای نور دیدگانی به من بده در دو دیده وقت خواندن بیگره. خدایا بینایی رو به من موقع اون تلاوت به من بده، بی هیچ اشکال و ایرادی بتونم تلاوت کنم. باز ده دو دیده ام را آن زمان که بگیرم مصحف و خوانم عیان. آمد از حضرت ندا کای مرد کار، ای به هر رنجی به ما امیدوار. هی گفتن الله تعالی از طرف اون ندا آمد، گفت که ای شایسته مردی که اولا مرد کاری، یعنی تو میدان جفاکشی مجاهده، تو میدان رسیدن به من مردی. آخه این راه مرد میخواد. الله تعالی میگه فلقتهم العقبه، این عقبه این گردنه است و این گردنه اقتحام میخواد. اقتحام یعنی چی؟ یعنی مردانه وار، دلیر و شجاع، خود تو این گردنه بزنی و نترسی. مولانا الیاس رحمت الله تعالی گاهی وقتا میگفت الله اون طرف گردنه مجاهدت هست، هر که خدا رو میخواد اون طرف. خدا بی مجاهده گیر نمیاد. بی مجاهده یه دونه کبریت نمیتونی بیاری وارد خونت بکنی، زحمت داره، باید برای همون هم زحمت بکشی، کبریتی پولی تهیه کنی، بازاری بری بگیری بیاری، کبریت تو خونت نمیاد. بعد تو میخوای محبت الله، معرفت الله تعالی، جنت الله تعالی رو تو خونت بیاری، هیچ مجاهده هم نکنی، میشه؟ هم خدا خواهی و هم دنیای دون، این خیال است و محال است و جنون. اینا با تمنای علکی گیر نمیاد. لیس به امانیکم ولی امانی اهل الکتاب. سر جات بشینی فقط آرزو و تمنا و رویا پردازی کنی، دیگه خدا مال ماست. چیکار کردی که میگه خدا مال ماست؟ ما یهودیم، خدا مال ماست، نحن ابناء الله و احباؤه. بچه خاله خدا شدن. ما دیگه برترین هاییم. حتی تو یهودیت کسی رو به سمت یهودیت دعوت نمیدن. چرا؟ چون میگن کسی غیر از اون کسی که از صلب و از سلاله یهود باشه، کسی دیگه اصلا لیاقت یهودی شدن نداره، اصلا نمیخواد کسی رو. ما یهودی ها برترین ها هستیم، دوستای خدا هستیم، چارتر دربست، جنت هم مال ماست، کسی دیگه هم لازم نیست. با تمنا و آرزو که نمیشه. اگه با تمنا و آرزو میشد اینا رو خدا همه رو به یهود میداد. نه، خودشون رو به موسی وصل کردن، ادعای محبت موسی هم میکنن، خودشون رو نژاد برتر هم میدونن، تو خیالات و تمناها و فکرهای آخر الزمانی خودشون هم غرقن و فکر میکنن همه چیز با تمنا و آرزوهای الکی گیر میاد. نمیاد. فساد کن، قتل کن، نسل کشی کن، جنایت کن، که ما تو مسیر موسییم. اینا رو موسی به یاد داده؟ اگر خدا با تمناها، ادعاها و انتصابهای الکی گیر می آمد، نصیب صهیونیستا میشد که نمیشه. خدا با اینا نمیده. مرد کار باش. این گردنه اقتحام میخواد، مردانه وار باید خودتو بزنی به این در. یه عزیزی یه زمان آمد گفت فلانی، گفتم بله، گفتم به بعد من الله هم میخوام، برای حکم الله حاضرم هر کار بکنم. جناب مولوی میخوای چاقویی بیار شکم من. آرام آرام. نه من چاقویی دارم شکم تو چاک بدم، نه خدایی دارم بهشتی دارم بسته بندی کنم بهت بدم. نه، این راه مجاهده است، انشاءالله میرسی. 2-3 هفته بعد دیدم ژولیده پژمرده اومد، گفت جناب مولوی اصلا ساخته به خدا، من میخواستم یه عروسیمو اسلامی کنم، اون مخالف شد، اینطوری شد، اون با من میجنگه، این با من اینطوری شده. من خندیدم بهش، گفتم اول عشق سرکش و خونین بود، تا گریزت هر که بیرونی بود. عشق با دشوار ورزیدن خوش است، چون خلیل از شعله گل چیدن خوش است. عشق با سختیاش قشنگه، وگرنه اگر این سختی‌ها نبود هر منافقی هم میامد دست به کمر میزد میگفت منم خدا رو میخوام. تو امتحانا معلوم میشه چقدر مردی. لا شجاعت یا فتا قبل الحروب، قبل از میدان نبرد همه شجاعن، همه مبادلی کلیهن. تو تمرینات، تو سایه زدنها، برید تو باشگاه موقعی که خودش با خودش کلنجار میره، تو رویاهای خودش
سایه میزنه مثلا داره تمرین میکنه، اصلا فیگوری جستی گرفته که محمدی کلی باید بیاد جلوش لنگ بندازه، تمام تو در باشگاه جا نمیشه طوری باز کرده بازوهاشو. اما 2 روز بعد میبینی نرفته رو دوشک با یه بوکس طرف میبینی ناکوت شد رفت. نه اونجا معلوم میشه چقدر مردی. تو میدان تقواست که معلوم میشه چقدر خدا رو میخوای، چقدر برای خدا هزینه کردی، از کدوم نگاه حرام به خاطر خدا گذشتی، از کدوم پول حرام به خاطر خدا گذشتی، از کدوم مسیر هزینه کردی برای خدا. بگی خدایا، آخه ابراهیم خلیل خدا شد، اسماعیل هزینه کرد، اسماعیل وجودشو گذاشت طبقه اخلاص، تو چی گذاشتی وسط برای خدا؟ دم از محبت خدا هم میزنی که خدا مال منه، با ادعا که نمیشه که. به هر حال آمد از حضرت ندا کای مرد کار. اولا تو مرد کاری، آفرین، تو میدان مجاهده ای. آمد از حضرت ندا کای مرد کار، ای به هر رنجی به ما امیدوار. ای کسی که در هر رنجی به خدا چی داری؟ امید داری. فرق میکنه اینکه انسان کنار هر سنگ گل رو ببینه یا کنار هر گل سنگ رو ببینه. بعضی منفی بافن، تا میگه اون سنگ رو ببین، بابا گل رو ببین. همیشه نیمه خالی استکانو میبینن، شکوه میکنن، نق میزنن، قر میزنن. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به عیادت مریض که میرفت بهش میگفت لا بأس طهور ان شاء الله، یعنی اون پهلوی مثبت رو بهش معرفی میکرد. این بیماری تو گذراست، اما میدونید طهور باعث پاکی توه، باعث رفع درجات توه. به اونا نگاه کن، به این نگاه نکن. یه درجدار تیر خورده تو مسیر که میاد خوشحال. من خودم یه زمانی که طلبه بودم تو مسیر داشتم میآوردم، یه سربازی دستش مجروح بود، بسته بود. من بهش گفتم چی شدی؟ گفت تیر خوردم. وای حالی تیر خوردم. بابا درد نداره. گفت چرا؟ عشقش به مرخصیشه، عشقش به اینه که الان منو 3 ماه گفتم برو خونت، بعد از اینم تشویقی داره، بعد از اینش هم فلان و فلان داره، ول کنی خوب میشه. از بس اون پهلوی قضیه رو داشت میدید، اینو اصلا نمیدید. دوستان خدا اینطوری هن. یعنی از طرف الله تعالی یه حالی، یه وضعی که میاد رابعه بصری پاش خورد به سنگ، خونی شد، قاه قاه شروع کرد خندیدن. یکی او بیبی چی شده چرا میخندی؟ پات خونی شده درد نمیکنه؟ گفت من نگاه میکنم با این چقدر پیش خدا قرب پیدا کردم، چقدر الله گناهامو عفو کرد. اون قشنگه، اون قشنگه. یکی میگه رفت پیش دکتر برای مریضیش، اونجا که رفت درد و مریضیش فراموش کرد، عاشق دکتر شد. حالا باز یکی بعد جلسه یه جای من اینو گفتم، کاغذ داده بود که دکتر زن بوده یا مرد. بعضی اینطوری هن. آخر داستان فقط میخوام بفهمن لیلی نر بود یا اصلا نتیجه داستان براشون مهم نیست. به هر حال اونجا که رفت عاشق دکتر شد، از درد و مریضیش فراموش کرد. نسخه رو نوشت، میگفت جان، اون نسخه رو اینو 2 وعده در روز بخون جان، اینو نمیدونم ناشتا بخون جان، چشم. رفت خونش، بعد گفت کی بیام؟ گفت این نسخه تو بخور، مریضی چیز نیست، خوب میشی. گفت نه اگه خوب نشدم کی بیام؟ گفت 1 ماه بعد بیام. این رفت خونه و هر روز داروها رو نگاه میکرد و میخندید، نسخه رو نگاه میکرد و دستخط خانم دکتر رو کیف میکرد، داروش هم نمیخورد. بعد مادرش بهش گفت که فلانی هر روز اینا رو میاری میبینی و اینا رو یکی که چک میکنی بعد نمیخوری، خب چیه که باز ما به ما هم میری دکتر؟ گفت اگه برم خوب میشم. گفت مگه نمیخوای خوب بشی؟ گفت نه، ای خوشا دردی که درمانش تو باشی، ناخوش تو خوش بود بر جان من، ای فدای یار دلرنجان من. به خدا اگه خوب بشم دیگه دکتر رو نمیبینم، وصلی نیست، قربی نیست، هم کلامی نیست. اگر این مریضی نباشه بهانه‌ای برای دیدن اون نیست. من اینو دوست دارم چون با این به اون دوست میرسم. چه دید قشنگیه؟ اگر انسان بتونه بسا زبون وسوسه باشی دلا، گر طرب را باز دانی از بلا.
کسی که تو راه خدا میاد و بعد برای خدا نسخه میپیچه، خدایا منو به خودت برسون، ولی با پول، با ثروت، با پست، با فلان، آروم نکنه خدای کاریم بشه یه جوری برسم که دیگه نسیخ بسوزن کباب. بابا تو خودت سپرد الله، اون بهتر میفهمه تو رو چطور به سر منزل مقصود برسون. تا این راه برات نباید مهم باشه، مهم پایان راه که به او برسی برات مهم باشه، هر طور او میخواد. بله ولی من ضعیفم، از الله عافیت میخوام، چون ضعیفم. الله دعای عافیت رو دوست داره. خب این به خاطر عاجزی خودم اینو میخوام از الله تعالی، اما تو این مسیر هر چه از جانب الله آمد من اونو میپذیرم به جان. او آورده، او آورده. ناخوش تو خوش بود بر جان من، دل فدای یار دل رنجان من. آی آی آی. حضرت حکیم الامه طحنوی داستانی میاره، میگه یه جایی پادشاه بچه نداشت، همش نگران بود که خدا چرا من اولادی ندارم، بچه‌ای ندارم. اتفاقا یکی از این آدمایی که تو جنگلا بزرگ میشن، دور از تمدن و دور از اجتماع و دور از این زندگی هست که عموم مردم دارن، همونطوری غارنشین و همونطوری جنگل نشین، اصلا تا به حال با انسان ها معاشرتی نداشتن. یکی از این بچه ها هی آمد و راشو گم کرده فلان و از جنگل آمد بیرون و به هر حال خب اینا عادت داشت به در و دیوار بالا رفتن و درخت بالا رفتن. از همون دیوار اتفاقا قصد بالا رفت، از همون اتاقی که پادشاه توش بود خودشو انداخت تو اتاق. پادشاه یه مرتبه نیمه شب سر و صدای اومد، یه بچه اینجاست، ولی این بچه یه جوری درست مثل بچه آدمی زاده ولی هیکلش کثیفه، یه جوری موهای آویزونی، یه حالتی که خدایا دعام اجابت شد، بچه آمد ولی بچه عجیب غریبیه این. بعد صدا کرد کابینش و وزراش، همون نیمه شب همه آمدن، بله یه بچه عجیب غریب از کجا آمده نمیدونم، الله تو لب لب در آورد، از کجا در آورد، بالاخره در اومد یه بچه اینطوری. اینو پادشاه دستور داد خب بگیرینش بیان بشونش. بعد این خودش نمی اومد، اینو به زور گرفتن. بچه داد میزد فلان، چرا منو گرفتی؟ اینا از محبت گرفتن، ولی او اینو زندان فهمیده، هی میخواد خودش رو ول بکنه، هی میخواد بابا تو رو میخوام بچه پادشاه کنن، نفهم بشین، این آرزوی صدا هزار از این نمیفهمید، هی میزاد خب میزاد چرا منو میخواید، چه کار میخوام با من بکنم فلان کنن. بعد پادشاه گفت ببرین حمام. اینو بردن حمام، حالا میخوان برای اولین دفعه این استحمام کنه، شامپو ریختن چشماش سوخته، آی منو کور کردن، آی به من جفا کردن، کیسه میکشن، آی به من سوهان میکشن، آی منو نابود کردن، ناخوناشو میگیره، های به من چنگ انداختن، میخواستن منو قطع قطع کنن، قیچی زدن موهاشو، های منو نابود کردن با قیچی، میخواستن فلان و چلان کنن. اینو نگه داشت پادشاه مدتی، بعد فرار کرد رفت همون جنگلی که لیاقتش همینقدر بیشتر نبود. اونجا بهش گفتن چی شد؟ حالا نگاه این چیه؟ منو بدبخت کردن، گرفتن منو، به زور منو میخواستن ببرن، منو واقعی چی آوردن به جونم انداختن، یه چیزایی ریختن تو سرم، چشمامو میخواستن از من بگیرن. حالا اون همه محبت رو این چی میدید؟ یه وقتایی خدا ما رو گرفته برای خودش، بعد ما داد میزنیم الله منو کجا میبرن، منو کشتن، من نابود شدم، خدای تو کجایی؟ حالا خدا میگه بابا من میخوام تو رو مال خودم کنم، صبر کن، فقط یه خورده باید قیچیت کنم، یه چی اصلاحت کنم، مرتبت کنم، لاغت کنم، چون شدی زیبا بدان زیبا رسی. میخوای به ذات زیبای خدا برسی باید زیبا بشی. برای زیبا شدن قیچی لازمه، ناخن تو بگیرن، اون کثافت و اون گندگی اون بدی‌ها رو ازت پاک کنن. چرا این چیزایی که از طرف خدا میاد تا تمیزت کنه، مرتبت کنه، دوش آب گرم سرت، سونا جکوزی رو جهنم میبینی؟ چرا منفی میبافی؟ بعدم که یکی ازت میپرسه چیکار کردی؟ رفتن پیش بنده خدایی مریض بود، بهش گفتن خب آن که مقربتر جام بلا بیشترش میدهند، مریضی حالا به هر حال اینا این نشانه اینه که الله دوستت داره. یه مرتبه میگه اینم به جوش آمد، تبش بالا بود، گفت برو تو رو به خدا بگو یه دوست دیگه بگیره، من طاقت دوستشو ندارم. هزینه دوستی خدا زیاده، من نمیتونم بدم، تو رو به خدا به یکی دیگه بگو بره دوست بگیره برای خودش. ما اینی خدا میخواد ما رو وصل کنه، خلق را با تو چنان بدخو کند تا تو را ناچار رو آنسو کند.
پادشاه یه در رو به ظاهر بدخو کرده، بگیرینش ببرین حموم، بگیرینش ناخناشو کوتاه کنین. بعد این میگه ای منو گرفتن، منو بردن، منو بدبخت کردن. بابا اگه تو رو گرفتن برای چی گرفتن؟ میخواد دیگران رو پس بزنه، در تو زیبایی ایجاد کنه تا تو رو مال خودت کنه. تو خودتو اسیر یه تعلقات، اسیر یه دلدادگی ها، اسیر یه محبت های الکی کردی که ارزش تو پایین آوردی. خدا میخواد تو رو از این قل و زنجیرها خلاص کنه، زیبات کنه، به خودت برسونه. اما تو فقط از خدا شکایت میکنه. دختر حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی آمد گفت بابا، گفت بله، گفت دندونم درد میکنه بابا. اول زندگی بچگی هم این دندون درد میکرد، الانم پا به سن گذاشتم با اون دندون درد میکنه. این کی میخواد این دندون درد منو خلاص کنه؟ یک دفعه مفتی شفیع صاحب میگه به خروش آمد، گفت ناسپاس، ناشکر، چند روزی موقع بچگی دندون درد کرد، الانم بزرگ شدی چند روزی دندون درد میکنه. این وسط چند سال از این دندون کار گرفتی، لقمه جویدی و فرو بردی. این وسط این همه که از این دندون خدا استفاده کردی، شکر کردی که حالا اون اول این آخر چند روزی درد آمده از خدا داری شکایت میکنی؟ یک دفعه راست میگه، مثل طلبگارهای ما، مثل طلبگارا با خود قربان فضل و رحمت الله برم. یه روزی عزیزی آمده بود میگفت که با من بد میکنن، پشت سرم بد میگن، پشت سرم بدگویی میکنن، برای من داستان درست میکنن، تهمت میزنن. گفتم برو جناب شیخ سعدی میگه مردم پشت خدا حرف میزنن، برای خدا دارن به قول معروف حجت تراشی میکنن یه عده. تو دیگه حالا آمدی میگی برای من درست میکنن، برای خدا درست میکنن این مردم، برای خدا حرف میزنن. تو دیگه چی که میگی پشت من حرف میزنن؟ حرف میزنن، بذار بزنن. به هر حال کجا بودیم؟ بازده دو دیده ام را آن زمان که بگیرم مصحف و خوانم عیان. آمد از حضرت ندا که ای مرد کار، ای به هر رنجی به ما امیدوار. این نکتهش بود که تو در هر رنجی به ما امیدواری. تو رنج ها همه پهلوی منفیشو میبینن، ولی تو رنج ها چی میبینی؟ پهلوی مثبت. به خدا حسن ظن داری، پهلوی قشنگ قضیه رو میبینی و همیشه به خدا گمان نیک داری. حسن ظن است و امیدی خوش تو را، که تو را گوید به هر دم برترا. به خاطر همین حسن ظن و گمان نیک به الله و دیدن پهلوی مثبت هر قضیه است که خدا هر روز به تو میگه بیا بالا، بیا بالا، بیا بالا. و هر روز الله تعالی به تو درجات قرب بیشتر و بیشتر رو عنایت میکنه. هر زمان که قصد خواندن باشدت، یا ز مصحف قرائت بایدت، من در آن دم وادهم چشم تو را، تا فرو خوانی معظم جوهرا. ای انسان برگزیده، اون زمانی که تو بخوای تلاوت کنی من چشماتو به تو میدم. همچنان کرد و هر آنگاهی که من واگشایم مصحف اندر خواندن، آن خبیری که نشد غافل ز کار، آن گرامی پادشاه و کردگار. اون پادشاه بلند مرتبه که هیچ موقع از امر بندگان خودش غافل نیست، باز بخشد بینشم آن شاه فرد، در زمان همچون چراغ شب نورد. مثل یک چراغی که شب افروزه، الله بینایی رو به من برمیگرداره. زین سبب نبود ولی را اعتراض. حالا این مبحث طولانیه در رابطه با تسلیمه، چند بیت بیشتر نیست، اما مبحثش یه مبحث عمیقیه که نیاز به توضیح زیاد داره در رابطه با تسلیم و تفویضه، که انشالله حالا توضیحاتی دادیم، ولی این کلام سراسر الهامیه، حیفم میاد چند بیت هم هست ولی اون توضیحاتی که لازم داره رو مفصل نگم خدمت عزیزان. اینجا این میگه زین سبب نبود ولی را اعتراض، هرچه بستاند فرستد اعتیاض. ولی به الله اعتراض نداره، چون میفهمه خدا اگر چیزی بگیره 100% عوض و بدلی بالاتر رو میده. شیخ ما میگفت ما تو عربستان سعودی دیدیم یه بنده خدای خانهش تو طرح توسعه حرم واقع شده، خوشحاله. ما گفتیم الان سکته رو میزنه، اینطور هتلی رو میخوان بکنن، سعودی میخواد ویران کنه، با خاک یکسان کنه. اما رفتیم اونجا دیدیم شاد شنگول، ماشاءالله انقدر اصلا قهوه پشت قهوه میخوره و ریلکس. بعد بهش گفتیم چرا شادی؟ مگه خونه تو طرح واقع نشده هتل تو؟ بابا سعودیه، اگر اینو خراب کنه برای من کلی امتیاز میده، کلی برای من پول میده و کلی برای من تسهیلات میده. کاش من یه هتل دیگه هم میذاشتم تو ترک. تو میدونی سعودی داره خراب میکنه،
بعد حضرت میگه اون لحظه من در دلم چیز دیگری آمد. گفتم همونطوری که این به سعودی و حکومتش اعتماد داره که اگر خراب کنه بهترین به من میده، کاش ما هم همینقدر به خدا اعتماد میکردیم که اگر خدا خراب کنه و بشکنه بالاترشو میده. اگر خدا چاقول به حلقوم اسماعیلت بکشه، جلوتر تو جنتش قوچی آماده کرده و فقط به تو میگه مسابقه و آزمایش سر بریدن نیست، آزمایش دل بریدنه. سری بریده نشد، دلی بریده شد برای الله تعالی. الله تعالی قوچو فرستاد و گفت فدیناه بذبح عظیم. والله اگر با اون معامله کنی ضرر نمی کنی، بشکنه به خدا بهترشو میده، فدا کنه قشنگترشو میده. معامله با اوه، تو چرا ناراحتی که فلان چیزو ازم گرفت؟ بذار بگیره. من زمان به یکی از بچه‌هام گفتم که گفت کفش ندارم، من پولی در آوردم گفتم برو بخر برام خودت. گفت نه بابا خودت باید بیای. مثلا منو میخواد چیکار؟ من درگیرم جلسه اینوری، من این پول برو خرید کن خودت بگیر. من میخواستم اعتماد به نفسی تو ایجاد بشه، خودشم بره خرید کنه، به سلیقش احترام بذارم. من اینا رو داشتم میدیدم، نگه این بچه‌م یه چیزایی رو داره میبینه. گفت نه من پول نمیخوام، خودت بیا. آخر من به مادرش گفتم، به خانم چی میگه این بچه؟ گفت میدونی چیه حکایت؟ این بچه‌ها الان با هم حرف میزدن، گفتن اگه پول از بابا بگیریم همین پوله، ولی اگه اونجا رفتیم یه کفش قشنگتری چشم بابا افتاد و دید، ولی اینکه این قیمت 2 برابر اینام باشه بابا میده. پس بهتر همینه که بابا رو ببریم، او انتخاب کنه، ما اشاره کنیم بگیم بابا این خوب نیست، او اگه به پسنده 2 برابر این پولم باشه میده، خودش انتخاب کنه. یه لحظه باور کنید اشک تو چشمام آمد. گفتم خدایا همینقدر که این بچه به من یعنی اعتماد داره، کاش من به انتخاب تو اعتماد میکردم. گفتم خدایا تو انتخاب کن. افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد لا حول ولا قوه الا بک. الله تو انتخاب کن. یه از علما و مشایخ دارالعلوم دیوبند اینا توی یک کار اصلاحی و دعوی قبل از جماعت‌های تبلیغ، هنوز نهضت دعوت تبلیغ شروع نشده، اینا برای منطقه برای دعوت اینا رفتن. اتفاقا اینا تا تو مسجد رسیدن باران شدیدی شروع به باریدن کرد. ببینید این کارا رو ما تقلید نکنیم، کار پا تو کفش بزرگان نکنیم، ما در حد خودمون جلو بریم. اینا بزرگانن. به هر حال میگه اینا تو مسجد باران شدیدی شروع به باریدن کرد. اهل محله پریشان شدن، خدا این بارون اگر همینطوری ادامه پیدا بکنه تمام زمینای کشاورزی که بماند، سیل میاد و تمام معابر و راه‌ها رو خانه ها رو همه رو ویران میکنه، از بس میباره. خب تو هندوستان رو خط استواست باروناش مثل بارونا منطقه ما نیست، یه دفعه که بیاد وحشتناک میاد، اون دفعه باز طوری وحشتناک که خود مردم بی سابقه اینو دیده بودن، نگران شده بودن چه کنیم چه نکنیم. گفتن آقا یه گروهی از علما و عرفا اومدن مسجد برای کار دعوی اصلاحی، بریم از اینا دعا بگیریم، اینا دعا کنن. اومدن تو مسجد گفتن آقا ببینید بارونو میبینید داره زندگیمون رو میبره، شما رو به خدا دعا کنید. این جماعت هم پیش یکی از اون اساتیدشون که باز او عارفتر و عالمتر بود رفتن گفتن حضرت این حضرات برای دعا آمدن، اگر لطف کنید برای باران یک دعایی بکنید. اون بزرگ گفت برید خودتون دعا کنید، الله مهربانه، از هر نزدیکی نزدیکتره، بخواید و میده. پیش من چرا اومدی؟ برید خودتون بخواید. اصلا حضرت دیگه اینا آمدن، دعا کنید ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، ما به اینا رحم کنید الله به ما رحم میکنه. درخواست دعا کردن، شما دعا کنید. آخه دعای من شاید مزاج اینا نخوره. یعنی چی چرا نخوره؟ شما دعا کنید ما آمین میگیم. گفتم پس من دعا میکنم شما آمین بگید. این بزرگ دستاشو دراز کرد، اول عظمت الله رو بیان کرد. الله آسمان مخلوق توه، الله هر چی که در دنیا به وجود میاد الا له الخلق والامر، خلقت آفرینش از توه، امر و بارش باریدن بادها همه در فرمان توه، قطره قطره این باران با اراده تو میباره، تو خواستی این به وجود آمده، تو خواستی میباره، اینا در مشیت توه. یک برگ هم اتفاقیت درخت نمیفته، اینا همه در علم تو محفوظه. الا این باران به این شدت
و این باران با این همه سهمگینی با اراده تو میباره. الله، چون تو میخوای بباره ما هم میگیم ببار. آمین برحمتک یا رب. مردم گفتن یا الله چه کردین؟ ما هم آمین گفتیم. الانه که زندگی ما رو همه رو ببری. این چه دعایی بود کردی؟ یه بچه از بیرون دوید اومد تو مسجد گفت باران قطع شد، باران قطع شد. همه اینا حیران، یالا چی شدین؟ آمدم پیش این بزرگ گفتم بابا اول که تو به گفته بلوچای ما میگن ما رو دلپاچ کردی، یعنی ما رو چی؟ ما رو ترسوندی. و من دیدم چند تا عزیز بلوچن گفتم با الفاظ اینا میگن ما رو دلپت کردی، یعنی به قول معروف دل ما رو جا کندی. ها، دلپت کردی به اصطلاح ما شما چی میشه؟ دل ما رو جا کندی اول. بعدم میگن بارون قطع. این چطوره؟ گفت برید، شما نمیخواستید بارون قطع بشه؟ گفتم چرا؟ خب قطع شد، برید دیگه، شما به این کارا کار نداشتید. چرا اینطوری شد؟ چراش مال منه، شما برید. گفتم نه خواهش میکنیم بگید. گفت ببین شاید نفهمید ولی من به شما میگم باریدن خواست الله بود، نباریدن خواست من بود. من خواست خودم رو فدای خواست الله کردم، الله خواست منو تکمیل کرد. این معامله دو تا دوست با همه، شما نمیفهمید. پیش بایزید بسطامی رحمت الله تعالی علیه آمدن گفتن بزرگترین آرزوی تو چیه؟ چی میخوای؟ گفت ارید و لا ارید. گفت من یه چیز میخوام، من اینو میخوام که هیچی نخوام. هیچ چی میخوام؟ در آقا بایزید ما ازت میخوایم بزرگترین آرزوی زندگی چیه؟ ما باشیم الله لام برگیرین، حیف ما ایرانی های، خدای پراید عنایت بفرما، بیشتر نمیخوایم برحمت یا رحم. تای آرزو سقف آرزوی ما همینه، ما رو اینطوری بار آوردن. فکر میکنه لامبورگینی هم برای خدا سخته دیگه، من خدا پراید بده. تای سقف آرزومون همینه. ولی به بایزید بسطامی گفتم بخواب بزرگترین آرزو چیه؟ گفت ارید و لا ارید. من یه آرزو دارم که هیچ آرزویی نداشته باشم، آرزوی من فقط او باشه. هرچه او بخواد، هرچه او بده، هرچه او بپسنده. بایزید بسطامی یه جا میگه همه خدا رو در مقابل داده ها شکر میکنن، من خدا رو در مقابل نداده های او شکر میکنم، چون میفهمم همونطور که داده خدا رحمت، نداده خدا حکمت. همه خدا رو به خاطر نعمت ها میخوان، بده شکر میکنن، نده شکوه میکنن. ولی من میدونم اگر خدا نمیده هم حکمته. بنابراین من آرزوی خودم رو فدای آرزوی خواست خودم رو فدای خواست خدا کردم، خودم خواست منو تکمیل کرد. خیلی خوب، این داستان در رابطه با همینه. من یک گریزی زدم شما بفهمید مبحث بعدی انشالله مبحث شیرینیه انشالله اگر حیات و بقایی بود. زین سبب نبود ولی را اعتراض، برای همینه که ولی و دوست خدا اعتراض نمیکنه هیچ وقت به خدا، هرچه بستاند فرستد اعتیاد. چون خدا اگر یک چیزی بگیره حتما عوضش رو چند برابر میده، جای نگرانی نیست، معامله با اوست. الله توفیق عمل بده انشالله. درودی بخورید.
همونطور که پدر ما رو دعا یاد دادی ما رو هم دعا یاد بده، گدایی یاد بده، خواستن یاد بده، ما بلد نیستیم یا الله. اللهم انا نسألك خیر المسأله و خیر الدعاء. الله تو گدایی یاد بده، تو دعا یاد بده که با اون دعا رحمت تو به جوش بیاد و امر دنیا و آخرت ما درست بشه یا الله. الله دعایی که خود تعلیم میدی قبول کن یا الله. یا الله از تمام فتنه های ظاهر باطنه، از تمام امراض ظاهر باطنه الله به تو پناه میبریم. الله عافیت بده. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم يا من كشف الضر عن أيوب اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. در این جمع ما هستن کسانی که بیمار دارن یا خود بیمار و مریضن. ربا فاذا مرضت فهو یشفین. ابراهیم گفت وقتی ما مریض میشیم او شفا میده. الله شافی تویی. الله شفا با اراده تو رقم میخوره. در این جمع ما الله هر کسی بیمار مریضه و یا الله مریضی داره در بستر الله اونها رو شفا عنایت بفرما. خصوصا خواهری برای مریض خود درخواست دعا کرده الله و عافیت صحت عنایت بفرما. الله تمام این کسانی که در این جمعن الله بیمارن الله اینا رو صحت و سلامت عافیت الله از خزائن غیب نصیب بفرما یا الله. و یا الله هر کسی که هر مشکل دینی دنیوی داره الله مشکلات رو حل کن، حاجات رو برآورده بفرما. الله امروز یکی از عزیزان ما نزدیکان ما وفات کرده و امشب اولین شب قبر او هست یا الله. الله سؤال و پرسش قبر رو برو آسان بفرما. الله تو خودت قبر او رو باقی از باغهای جنت بفرما. الله تو خودت از او حساب یسیر و آسان بگیر. الله جوان بود و تا آخرین روزهای زندگی در حال تعلیم و تعلم قال الله قال رسول بود. الله سختی ها دید، مشکلات دید، حالا به جوار رحمت تو آمده. الله او رو مغفرت کن، الله درجات او رو بلند کن و الله ما رو هم حسن خاتمه بده و یا الله ما رو از شماتت گران، حسادت و غرض ورزان و بدخواهان الله شیاطین انسی جنی الله همه ما رو نسل و اولاد ذریت دوستان احباب متعلقین ما رو حفظ بفرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.